سربسته من میگم دختر و پسر، مثلا پسر با دختر حال نمی‌کنی یا دختر با پسر حال نمی‌کنین، دوست دختر دوست پسری، چرا به هم نمیزنی؟ مثلا همون درد و دلی که با من مثلا میای تو دایرکت میکنی چرا به خود شخص طرف نمیگی؟ همونجا که اون بره دنبال زندگیش، تو هم بری دنبال زندگیت. مگه چند سال آدم میخواد عمر بکنه که یه روز زندگی تو بذاری غصه بخوری چون که با یه آدمی هستی باهاش میخوابی ولی باهاش حال نمیکنی؟ مگه سفته دارین ازم دیگه؟ چک داریم مگه ازم دیگه؟ ولش کن بره. با حوصله دردسر دارین مگه میشینی غصه بخوری؟ مسیجا رو آدم میخونه، من که بی‌طرفم خواهیام جفت میشه، حالا چه برسی که خودت بخوای تو بازی باشی. 2 روز دنیاست بابا، بزن در کشونش بره به کارش. هر دوبر رو میگم به خود. آقا یه سری پسرها یه سری دخترها، من خودم جزوشونم، نمیتونن دیگه آج، این کار نیستن. یه سری حالا هستن، من کلی رفیق دارم آجی، دختر عاشق دوست پسرشه، پسر عاشق دوست دخترشه، اصلا رابطه اینا رو من میبینم مثل یه تابلو فرش زیباست، لذت میبرم، ولی خودمون نمیبینم. میفهمی چی بهت میگم؟ دیگه آدم باید بفهمه دیگه، همش یه سری چیزا داداش نمیشه. دوست داری مثلا چه میدونم صبح زود بیدار شدن رو میتونی انجام بدی چون خودتی، ورزش کردن رو میتونی انجام بدی چون خودتی، رژیم رو میتونی انجام بدی چون خودتی، ولی داستان ریلیشنشیپ وقتی یه انسان دیگه وسط میاد داداش نمیشه دیگه. آی من تا کی مجرد باشم؟ تا آخر عمر؟ چه خبره؟ چه خبر هست اون بار؟ هیچ خبری نیست. الان من خودم حاجی در خودم نمیبینم. مگه خر کنه من گذاشته بیام یکی رو جمع کنم بیارم تو خونه خودم، حالا از فردا کله خودم رو بکوبم؟ از صبح که میام تو خیابون خودمون درگیریم برای کاسبی، حالا شب تو راه خونم داری برمیگردی، حالا بدون یه دونه جن تو خونه نشسته منتظر توه. آی دیشب من دست نزدی، آی فردا شب دست زدی، آی امشب که من حال ندارم، بعد به یارو بی‌محلی بکنی به نصف شب بره الکی تو موبایل خالکوسه بازی در بیاره، الکی هرستو در بیاره. این که نجود دیگه بعدش زندگی که وقتی نمیشه. یه بار 2 بار 3 بار امتحان کردین نمیشه، الکی حرف مردم رو گوش نکنین. نه اونی که باشه خودش میاد، اونی که دادش میاد باش بازی کرد بیاد، هیچی خودش نمیاد. خیالت راحت داداشی. آره فدای تو، فدای من.